5 تا از بدترین دهه هایی که تاریخ تا حالا به خودش دیده. بریم از شماره 5 شروع کنیم. شماره 5 دهه 2020 میلادی. کرونا، جنگ ها، بحران اقتصادی، تغییرات اقلیمی. دهه‌ای که هنوز تموم نشده ولی اثرش جهانیه. و شماره 4 دهه 1910 میلادی. جنگ جهانی اول، آنفولانزای اسپانیایی، میلیون ها کشته اونم فقط توی چند سال. و دهه شماره 3 1940 میلادی. جنگ جهانی دوم، هولوکاست، بمب اتم، مرگ در قیاس صنعتی. و شماره 2 دهه 1340 میلادی. طاعون سیاه حدود 1/3 جمعیت اروپا رو از بین برد. و شماره 1 دهه 535 میلادی. زمانی که خورشید تاریک میشه و هوا سرد میشه، قحطی و بیماری های زیادی جهان رو میگیره. بعضی از تاریخ داناها میگن این بدترین دهه تاریخ بشر بوده. به نظر تو کدوم دهه واقعا بد بوده؟ توی کامنت ها بگو.